چون رنج دوری وطن کشیده و مدتها در این فراق سوخته و فغانش داد کرده، آوازخوانیش درد دارد که ما را با دنیا و عاقبت کار انسان شناس می‌نماید. گذشته را برای امروز را به یاد گذشته بازگو کرده می‌تواند. دریا می‌شود، مجرا می‌شود، می‌کاهد، باز زم می‌شود. اندرون گردباد می‌شود و همهمه و زمزمه گردباد را تشخیص می‌کند. دنیا می‌شود، در خیل می‌رود، خیال می‌شود، در تنهایی بسیار می‌شود و صدا و زمزمه‌اش در قعر چاه و در پشت کوه کاف نیست شناختنی است. زیرا به قول ادیب زنده‌یاد جانب یک اکابر، این نغمه و صدای امردینی است که دردش هم نشاطش هم از درون خوب و خصلت زیبا آفر و فطرت جویندهش بشارت می دهد و ما را حرف و هجا این مراتب از امردین کبیر، هنرمند خلقی تاجیکستان و از ایجادکاری های او خواهد بود. بفرمایید دیگر. نه سر گفتم نه پا گفتم، نه سر گفتم نه پا گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم. هزاران بار ما گفتم، کسی هم دل نشد اما، کسی هم دل نشد اما، جهان زیدی من شورید اگر یک بار من گفتم، اگر یک بار من گفتم، و آیان دل نهادم دیده و دل بر عیان بستم، به غربت از وطن گفتم، به خلوت انجمن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم. جنونم را چه مجنون نازش صحرا ندانستم، وطن گفتم وطن گفتم، با پای به ستون ایستادم و از کوه کن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم. زبانی شمعی طبعم گاه دامانی دل گیرد، مبادا که پشیمان گردم از آن که سخن گفتم، پشیمان نیستم هرگز سخن چون از وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم. نه سر گفتم نه پا گفتم، نه سر گفتم نه پا گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، وطن گفتم وطن 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 گفتم. یک عمر وطن گفته. بله. این از آن لحاظ بود که
قسمت زیادی عمر خیش را دور از وطن گذرانیده و یا این از آن لحاظ بود که از خورده وطنداری و وطنسازی را در قلب خود احساس کرده. استادی داشتم شادی نظرعلیوف در دوره مکتب خانه، در انمو احاطه مکتب، در صحنه های مکتب از همونجا همین وطن خانه من سر شدگی است. سرود وطن میخواندم. آنقدر در دل پسند است این وطن. آنقدر در دل پسند است این وطن. اکو من آهنگم نمیفهمیدم او دورا. انمو شادی نظری همه خیلی می نواخته. همه چیزا میخواندم. گرچنده که اولین سرودی من کبوتر است. بال و پرت کشاب یا کبوتری من، نشین به تار بام ما کبوتری من، بیا که سیله میکنم بال و پرت را، بیا که میبرند ترا به هر جا. این از بابا جان علیوف. بعد خیلی که شما ابراز داشته انمون بیرون از کشور بودن، انم مهاجرت، خواهی نخواهی درباره انم دیار، درباره وطن و قدری هر یک ذره خاک وطن در اونجا احساس میکنی. گرچنده ما مثلا به پول نبودیم، زندگی خوب داشتیم، لیکن یگان لحظه به یاد وطن نبودیم. یگان لحظه آسوده نبودیم، خوش نبودیم. همه چیز دنیا هست، همه چیز خیلی به تاجیکی میگن در هم بدن آش نمیشد همه چیز. در غربت صحنه هم بود؟ بله، صحنه های بسیار. تماشابین هم بود؟ تماشابین هم بود. اما باز هم خوشی نمیداد؟ نه، یک روز یک صحنه شد، یک ارتیستی شایسته همون قرقیزستان منو دعوت کرد که در کنسرواتوریای همون قرقیزستان یک واخریه باید همونجا بیا برای یک سرود تاجیکی بخوان. بعد برفتیم، وزیر فرهنگشون در همونجا شتگی، همون پیش قدمای همون کمپوزیتورای پیش قدمی همون قرقیزستان در همون مجلس اشتراک دارن. بعد یک چیز همونجا خواندم، یک سرود خواندم، همین آرامی، همون آرامی هست که کدام سرود بود؟ به همه پاک سراتا به سریا سوگند، و درخشی ابدی حکمتی اسما سوگند، و نخستین قدمی حضرتی آدم در خوان، و سعودی فلک آویزی مسیحا سوگند، و همه پاک سراتا به سریا سوگند، و همه پاک سراتا به سریا سوگند. همین سروده خواندم آرام دنیا. بعد وقتی تمام شد سرود، یک دایره چی در پهلو می نوازد، تار دایره. بعد همون وزیر فرهنگ گفت که ما نفهمیدیم چی خواندی، ما سخنات نفهمیدیم، معنی سرود نفهمیدیم، لیکن من در حیات عمرم گفت همین قدر استراحت کردگی نبودم، همون قدر بین موسیقی گرچه سخن نمیفهمی، لحن خوب و نوازش خوب و آواز خوب و بخوای نخوای به دلها راه می آورد. همون قدر خرسندی کردن اون مردم بسیار شاد شدن. در قرقیزستان، در همون جمعیت تاجیک های قرقیزستان، من راهبر انسمبل نوا کار کردم، مردم جمع کردم، همراه سفارت، کارمندان سفارت، همون جمعیت با راهبر داشت. لیکن خوشحال نبوده؟ خوشحال نبودم. در همه چهاربینی های قرقیزستان ما را رسما دعوت میکرد، اما خوشی نبود؟ یگان خوشی نبود. بعدی که برگشتید خوشی آمد؟ بله، در بین خشتبار، نه در مرگ، نه در مرده و نه در خرسندی و نه در خفگی و یگان جا وقتی که نیستی اشتراک نداری. وقتی آمدم اینجا دیگه یک از همه اساسش که همه تاجیک منو میفهمه، چی میگم میفهمه، سرودی منو میفهمم، آهنگی منو میفهمه، کسی منو نمیفهمید در اونجا. اساسش همین. دوم که در بین قوم و قبیله خود، در بین خشتبار، در آغوش وطن خود، در آغوش وطن خود.
چشمه مهرت دلم را شستشو کردم، ز قلب پاک بختی به گزندت آرزو کردم. اگر چشمم برویت خیره شد امروز معذورم، اگر چشمم برویت خیره شد امروز معذورم. بسا شب‌های غربت اخترت را جستجو کردم، وطن در چشمه مهرت دلم را شستشو کردم. نشانه است و دیدم هر کجا با مهر فرزندی، ببوسیدم نهادم روی چشمی خشبو کردم. برای روز فیروزت با تدبیر سلیمانی، برای روز فیروزت با تدبیر سلیمانی، با آس مرغ البرزت نشستم گفتگو کردم. وطن در چشمه مهرت دلم را شستشو کردم. ندا جستم ز طفلانت زیاد جستم، با اشکی رحمت و لبخند مادرها نمو کردم. علا قلب خراسانم همان خورشید گردانم، علا قلب خراسانم همان خورشید گردانم، که از شش سوی عالم سوی خورشید ترو کردم. وطن در چشمه مهرت دلم را شستشو کردم. هم نغمه و آواز و هم شعر و غزل اصالت احساس برانگیز دارند که چون به هم بخورند و روح یکدیگر را دریابند به سوی اعجاز می روند. در روان همدیگر زیستن ساز و آواز و شعر به هر هنرمند دست نمی دهد. هنرمند هوشمند وقت دردها و نیایش و مناجاتهایش را می خواهد برای مردم ابراز بنماید، مطلبش این نیست که شهرت را دریابد، بلکه می خواهد نیازهای معنوی انسان را با لحن شیوا و روح نشین ترنم بکند تا قلبها و روحیه ها ایمانزای بشوند. اصلا وطن آوازخوانی قلب است و امر دین کبیر
که این وطن را می‌داند و دوست می‌دارد، با شیفته ذوق و فطرت جوینده توانسته وطن شعر و غزل را دریابد و در این دو چمن حقیقتاً هم ایجادکاری بنماید. این منظره ها را بینی، این خشی ها را بین، این سلقینی ها را بین، این آبادی ها را بین. روز به روز انسان روحی نو میگیره، تازه میشه و روحش الهامی نو میگیره. واقعا این آبادی ها بسیار خوبه که در کدام ناحیه تاجیکستان سفر میکنی حاضر همه جا آبادی شده است. و طرزی نه آبادی شده است. همه اینم ما باید شکرگزار باشیم از این ناحیه. ما شکرانه باید کنیم. مثلا بسیار وقتا در معرکه دعوتی میریم، اشتراک میکنیم، خدمت میکنیم، یا که یگان خانه مهمان میشوی، همین دسترخوان میکشاین، همه ناز نعمت دنیا در دسترخوان محیاه. این سیری و پوری و همین شکم سیری همین مردم نشون میده که همین مردم امروز آرامی و آسودگی همین مردم یک تکنان داره در خانهش. یک مهمان قبول کرده میکنه. بله. به صورت شما هم میگونه هست که با تماشابین بیشتر در ارتباط هستید، با مخلص در ارتباط هستید. حضور تماشابین به شما تاثیر میرسونه؟ همین بعضی وقت مانده میشم، میگم همین دیگه ما دیگه همین باید دیگه کار کنیم. وقتی که مثلا یک چیزی نوی میسراییم یا که یک نفر یک سرودی ویدیویی من مثلا تماشا میکنم، باور که دیگه در همین تلفن من دود میکنه، همین فقط زنگی در زنگ اینقدر محبت زیاد دارن، اینقدر یا در اینترنت یک چی مینویسن، یک چیزی خوب مینویسن که البته با آدم یا که این صحبت ها رو میشنویم، یا در قدی کوچه یک آدم میبینه رحمت میگه بسیار چیزی بلند خواندی، در تلویزیون مثلا میبینه، یا در صحنه که من مثلا یک سرودی در یک کنسرت، در یک محفل، در یک واخریه، همون مردم قرض میزنن، 100 تشکر میگن. این البته بسیار این از مخلص وابسته است. هنرمندی که مخلص نداره، او را قرض نمیزنن، او را به یگان معرکه دعوت نمیکنن، دیگر این دنیا، این زمان برای او یک حبسخانه است. بیا لذت بریم از ملک خطلان که دارد مردمی شعر و غزل خوان، ز عشق و صنعتی بالا ببینه نماند در دل ما هیچ ارمان، ز عشق و صنعتی بالا ببینه نماند در دل ما هیچ ارمان. امردین کبیر زاده و پرورده دامن سبز و پربرکات بخشان زمین وطن است و زندگی نامش، سرگذشت و دلگذاشت او از هزاران فرزندان دیگر این دیار خاکسار و پر افتخار کم فرق میکند. چون تقدیر و تدبیر نیست، یک مدت از سرزمین زهرنثار دور افتاد و رنج فراق کشید و زندگی دور از وطن صاحب وطن را خیلی سالار کرد. احساس می شود که با گذشته سخت ارتباط دارد، زیرا در گذشته پدر بود، مادر بود، فرزند پدر بود و شیب و فرازهای زیاده. هنرمند خوب می داند که گم کردن یعنی چی و از این درد و رنج و فراق زیاد هم سروده با نغمه های چون صدای آبشاران گوش نواز، با صوت‌های سرشار شادی و نشاط و آواز پرغلغله به شیره مثل نسیم بهاران، مثل مرغک شاخ درخت و یا اوانج خوردن غلزاران رخشان زمین. امردین کبیر نعمت وحدت و آسایش و شکوفایی میهن و سرجمی هممیلتان را
از مغز جان ترنم کردن. معنا فهم که هست سرودهایش بلند پروازند و شنونده را به سوی صدق و صفا میخواند. وصاف وطن هست امر دینی کبیر که خوشا به حالش. هنرمنده همه میبینن، من کسی را نمیبینم. دویم یگان نه در وجود من باید یک کمبودی باشه، نه در روزگار من باید کمبودی باشه، در زندگیم باید همه وقت تازه، آزاده، نمونه. ترانه های خود رو شمرده به چند رسیده باشند؟ این زیاده است، ممکن 400 تا باشه. خوش به حالتان، سنا بر شما. یک در همون استودیوی قرقیزستان، پونکه رادیوی قرقیزستان، من 9 تا فیلتر ثبت کردم، هر یک ساعت، 9 ساعت. برای همین بسیار مسئولیت بلنده. عنوان گرفتن آسانه. باید همون قربی باید نگاه داشتن، همون مسئولیتی بلنده که هر یک فرد باید ایره داشته باشه، همون ایمیجی خودت باید نگاه کنی، به همون باید پوشیده باشی، به همون باید خندان باشی، به همون از همه همین داناتر باید باشی. بله. کتابخوان باید باشی، در خانت همه آسوده و آزاده باشه. بله. برای هر یک همین وجبی، هر یک قدمی هنرمنده مردم تحت نظارت. بله. آدم که نخوست آدمی اسما بود، شک نیست ابوالبشر زیما دانا بود. بله. فرهنگ 1000 میلیون ساله نیست، این جوهری پاک از ازل بانا بود. بله. این جوهر ما از تولید مردمی به فرهنگی. بله. گفتم که وطن داریم، تمدن آفرین. بله. باید به همه خاطر همه طرف این ملت باید کتابخوان باشد، باید دانا باشد، نمونه باید باشد و فریفته کسی ما باید دیگر نشویم. صدای عشق تو بودم، زی دل سراغ تو کردم، گدای عشق تو بودم، زی دل سراغ تو کردم، زی داغ سینه تماشا بی باغ راغی تو کردم، زی داغ سینه تماشا بی باغ راغی تو کردم. شدیدم دلش محزنی خونه، شدیدم دلش محزنی خونه، 1000 قطره چکیدم، زکاتی داغ تو کردم، 1000 قطره چکیدم، زکاتی داغ تو کردم. بر سراغ من آیی ز رهبرون نخیرامی، نگاه گرم هوس را بر چراغ تو کردم،
شوق روی تو از خاک سر زدم بیشکفتم بساط داغ تو چیدم ثبات باغ تو کردم بساط داغ تو چیدم ثبات باغ تو کردم بساط داغ تو چیدم ثبات باغ تو کردم. شروع کردیم صحبت رو از وطن، گفتیم که خیلی زیاد وطن گفتید و میپندارید که با وطن گفتن، با وصف وطن کردن مثل یک صاحب وطن وطنداری کردید، بعد وطن کار کردید یا هنوز آرزوها، نیتها، خواهش‌های کردن بعد وطن چیز در قلب جوش میزند؟ من تا آخر عمر با همین وطن هستم. من در همین وطن میخوام خاک بشم و برای همین وطن خدمت میکنم، برای همین مردم، برای همین سرزمین. کوهستانم، قرار من اینجاست. مثل همون چشمه هایی که از کوهستان جوش زده میبرایند و به وادی ها جاری میشوند. ما از همون آب نوشیدگی و انا مثل همون چشمه ها که همه جا را شاداب میکنن، هنرمند همین مسئولیت داره در زندگی. باید برای همه همین مردم یک چیزی نوی بگه، یک سخنی خوبی بگه، یک سخنی بگه که مردم از او استفاده. وظیفه اساسی این همین هنرمند همین باید باشه که با مردم یک پند دیگه، یک چیزی مردم استفاده بوده بتونن. مسئولیت ما ساختمانچی نیستیم، ما یگان امارات نمیسازیم. که 10 سال پس بگن که همین امردین کبیر ساخت. همین کسب ما باید به آلایش تا دوره هستیم با یک مضمون و یک ترتیب معین باید انجام. سلامت باشید. شاعر میگوید که خدایا تا کجا بگریزم از افسانه تقدیر. تقدیر شما همین گونه آمده که شب و فراز زندگی رو زیاد دیدید، شاید غریبی چشیدید، دور از وطن بودید، به وطن برگشتید. این همه مرحله ها، خوشی ها و شادی ها و درد ها و غم های خود را دارد و بالاخره که امردین کبیر شدید و امروز جا شده در دل و دیده. و اما باز هم سوال همین گونه، روزید از موقعی که دارید در زندگی و قانعید از جایگاهی که ایجادتان دارد؟ من حاضر قانعم، شکرانه که به همین روزها ما رسیدیم، به همین روزهای نیک رسیدیم، به همین آبادی ها رسیدیم، به همین کنجی و آسودگی ها رسیدیم. گفتم که تا وقتی که هست برای این وطن، برای این سرزمین من کوشش میکنم ایجاد کنم، یک چیزی نوی ایجاد کنم. یک روز در فرخار مهمان بودم، بعد مستفیده بسیارم یک جو معرکه کردم دعوتیم. گفتن شما میدونید که در فرخار شما را حافظی معنی میگن مردم. خوش به حالتان. هر وقتی در خانه ما در تلویزیون آواز شما صدا میکنه، ما کودکان خب بدانیم، تلویزیون رو بلند میکنیم، میگیم کنی بیزی چی میگه همین؟ چیزی نو میگه. از این فهمیده میشه مردم تشنه انم سعودی منن، تشنه انم سعودی بلندن، تشنه آوازن، تشنه من چی به ناشکری بکنم. هزاران بار به این روزها شکرانه میکنم که در این حالت هستم من. در حالت بهترینم، کمبودی ندارم، خانم آباد، همه زندگی وطن آسوده، در محفظات دائما در بین مردم هنرمند آدم خداوند همین قدر میتید. از این زیادتر شکر گذاریم و برای این ملت، برای این سرزمین خدمت میکنیم. سلامت باشید. پس زیهی وطن و زیهی صاحب وطن‌های نازنینی که پیوسته در اندیشه آباد کردن وطن هستند چون شمای عزیز. سلامت باشید. امردین کبیر انسان امین و هنرمند راستین شناخته شده پیش نظر اهل نظر، با آن خاطر که
در ادای موسیقی سنتی و اجرای سرودهای کلاسیکی مهارت صدقی بیشتری دارد. نزاکت جزئیات صوت و کلام آهنگ و سرود را توام می کند، یکی را به دیگری ترجیح نمی دهد. از این رو ادای او پسند همگان است. هنرمند در همه حالت راه و روش خاص خود را دارد. جدی و سرطلب است به ایجاد خویش. شاید از این جاست که خط سیر ایجاد او از عادی به مرکب است. به قول مولانا کامل گرخواه گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. این حکمت بود که ما گروه ایجادی وقتی سفر خدمتی به شهر باختر ولایت ختلان وطن از حضور پرمحتوا و از صحبت سریراهی با هنرمند خلقی تاجیکستان امرالدین کبیر برداشتیم و پیشنهاد طبع لطیف شما بنمودیم. کنون قضاوت شما راست، بیننده ما.